سلام علیکم. بسیاری میپرسن که جای کار انیق بگو. اصلا کسایی که در بیرون هستن باید فکری آمدی ترکیه را یکم بکنن اگر قصدی کار کنی در ترکیه داشته باشن. برای چی؟ برای که از ما کار انیق میگم. کار انیق در یک تریتوریایی هسته که شاید دو تریتوریا تو کوارتیر نیابی، یا اینکه جورایی تو، یا اینکه کسایی که کوارتیرت میتن در اونجا نیسته کسایی که کوارتیر بتند، یا اینکه همین کاری که من میگم شاید جای خواب نداره، فقط جای کار داره. شاید هم که صاحب کاری که من میگم آدم خوب نباشه، فریبگر باشه. شاید هم جای کاری که من میگم ساعت کاری بسیار داشته باشه، یعنی که شاید جای کاری که من میگم کار قین داشته باشه. برای همین آدمی که کار گفتنیه باید خودش در روی ترکیه باشه، خودش با چشمش ببینه، خودش یک روز دو روز میره و کار میکنه، روند کار میبینه، خوب میغلطه، قینش میغلطه. مسئله معاشش هم که گپ میره، این صاحب کارش خیلی معاشش میته، فریبش میکنه، فریبش نمیکنه. برای همین آدمی که ای پیش باشه، قطعی ای پیش گپ زنی، انیقش کنی، تمام این مسئله ده هم برای خودی آدم مطمئن میشه، هم صاحب کارم میبینه که چه خیلی آدمی و چند قدر پولت بده. مخصوصا با اگر آیله دار باشی بیای گپ زنی، وضعیت آیلویت میفهمونی، شاید یعنی مقداری بالاتری ای دیگر آیلیکو بوده. به هر حال در هر صورت واریانت های هسته که پیشنهاد میکنم، چی ای روی ترکیه میین قطعش معامله میکنین، یا اینکه این بیرون هم زنگ میزنین، یا که کسایی که در روی همجا هسته زنگ بزنن ببینن جای کاری آیا قبولتون میکنه شخصا شما را یا که نه. این بستگی به خودی آدم دیگه داره که او صاحب کار قبولش میکنه یا که نمیکنه. اما این اعلان را خودی همون صاحب کار موندگیان و اونا احتیاج به کارگر دارن. پس کسایی که کارگر شدنیه همین نمره را زنگ میزنه. این کاری میگفتگیم در کاری تکستیلیه. تکستیلی که در منطقه ارناوتکوی در اروپا نیمه استانبول قرار داره. یعنی ایرپورت میفروی حدوداً 6 یا 7 کیلومتر دورتر ایرپورت های. همه ایرپورت نوی که تاجیکستان و مانده میفروی. خوراکه میتن در بین پسترین معاشی که میتن 4250 هسته. 4250 تله همینجا. اگر با اپاراتو کار کار بتونی معاشا بالا کردن میگیرن. کار ای ساعت 8:30 سحر سر میشه و ساعت 7:30 بیگه تمام میشه. روزای شنبه کار نیست، یک شنبه هم کار نیست. معاشا در مدتی 30 روز پس از کار کنید میتیه. نه که اگر که چندان ضروری باید باشه در مدتی 15 روز هم میشه که گپ زنی هر 15 روز پس نیمی آیلیک تا بته. با معلومات بیشتر در وقتی که زنگش میزنین بعد میفهمین. زنده و سلامت باشین.